در جستجوی حقیقت، در جستجوی حقیقت. برنامه از رادیو کتاب. باید که جمله جان شوی تا لایق جانان شوی. در جستجوی حقیقت، روزنه به سوی آرامش روانی و امنیت ملی. در جستجوی حقیقت، همگام راستان در مسیر راستی. در جستجوی حقیقت. بسم الله الرحمن الرحیم. رادیو کتاب افتخار دارد که بار دیگر در حضور شخصیت علمی کشور که با وجود زن بودن مسیر ترقی و تکامل را پیموده تا مرحله استادی خود را در دانشگاه یا پوهنتون کابل رسانده است قرار دارد. ایشان استاد ملیحه حسن است و امروز از تجارب گرانبهای ایشان استفاده می کنیم تا جوانان عزیز دچار سرنوشت تاریک و غم‌انگیز ما نشود. استاد عرض سلام دارم خدمت شما. تشکر که وقتتان به رادیو کتاب دادین. حالا میخواییم با این سوال شروع کنیم که سال چند در دانشگاه کابل استخدام شدین به عنوان استاد و چی درس میدادین؟ بفرمایید. با اظهار سپاس محسنی صاحب، خوشوقت هستم که در خدمت شما قرار دارم. با عرض سلام مجدد به شما و به همه شنونده ها و بیننده های رادیو کتاب. در جواب سوالتان بگویم که سال 1387 فاکولته حقوق و علوم سیاسی کابل عضو دیپارتمنت روابط بین المللی ما همکاری خود با پوهنتون کابل آغاز کردم و دیپارتمنت روابط بین المللی در فاکولته حقوق یگانه دیپارتمنت که مضامین سیاسی درس داده می شد و ما هم در او دیپارتمنت من حیث عضو مضامین روابط بین الملل، جهانی شدن، مسائل سیاسی جهان و بعضا تاریخ سیاسی جهان درس دادیم. اما 3 مضمون جهانی شدن، روابط بین الملل و همچنان مسائل سیاسی جهان مضامین بود که اکثرا تدریس کرد. مضامینی را که درس میدادن استاد یکی جهانی شدن بود. ارزیابی شخصی خود شما از جهانی شدن چی است؟ جهانی شدن به نظر من پروسه بسیار مغلق است که تعریف از او و بس در قالب یک برنامه کوچک جا نخواهد گرفت. واضح هست که جهانی شدن یک پروسه برای ناخودآگاه است که تمام جامعه بشری و بشریت بهش مواجه شده. ما فرصت‌های متعدد را به بار آورده و در پهلویش بعض محدودیت‌های را هم در زندگی جامعه بشری ایجاد کرده. به این ترتیب ما جهانی شدن یک پروسه مغلق می‌بینم که خواسته باشیم نخواسته باشیم واقع شده و هر کشور، هر انسان نیاز است که از پروسه آگاه باشه، از فرصت‌های موجودش بهره ببره و از مشکلاتی که ناشی از جوانی شدن، ضررهایی که عاید آلش خواهد شد، از او خود بپرهیزه و خود نگاه کنه. بسیار خوب. به چقدر خوب است که آدم سوال از صاحب علم و دانش در رشته بکنه. الحق و الانصاف که یک برنامه کوتاه شرحی از این که بهتر نمیشد. راستی هم هر پدیده‌ای که در دنیا به وجود میاد وجوهات مثبت و منفی داره. به ظن قوی که وجوهات مثبت جهانی شدن بیشتر است و حتی اگر بیشتر هم نباشه این میشه شدنی است. بسیار خوب استاد بزرگوار. برای جوانایی که مضمون جهانی شدن درس میخوان شما چی نصیحت دارین؟ من میفهمم که شما عالم مثل سایر علما و استادا در عالم مهاجرت به سر میبرین و این رو یقین دارم که دل شما مثل دل هر وطندار ما پر از خون است
به خاطری که نصف پیکر جامعه ما درس خواندن نمیتون. برای از اونا چی پیامی دارین؟ چی گفتنی دارین؟ جای افسوس است که امروز در قرن 21 در حال که کشورهای دیگر در فتح سیارات و پرداختن، ولی در افغانستان نصف از پیکر جامعه افغانستان یعنی زنها و خانم‌ها از آموزش و تعلیم و تحصیل محروم هستند. این بدبختی از این بزرگتر نیست. در هیچ جای از کره زمین، در هیچ کشور محرومیت از حق ابتدایی خصوصا تحصیل وجود نداره مگر افغانستان. و در امیدوار هستم که با تلاش‌های پیگیری که صورت میگیره با مبارزات همگی خانم ها بالاخره حق تعلیم و تحصیل برای زنای افغانستان، دخترای افغانستان دوباره ایجاد شوه و احیا شوه. ما برای او جوانایی که علاقمند بر آموزش پدیده جهانی شدن هست، پیام ما این خواهد بود که برای درک پدیده جهانی شدن ابتدا یک پیش مقدمه یا آگاهی لازم در اوضاع کلی جهان نیاز است و در ضمن حتی نیاز است که تاریخ سیاسی جهان آگاهی داشته باشیم از شکلگیری مبارزه که کشورها و قدرتمند رسیدن و مطرح شدن خود در نظام بین المللی انجام دادن آگاه باشیم و در پهلویش اندک هم فهم کلی در مورد نظریات سیاسی داشته باشیم، با اندک معلومات از قبل پرداختن و یعنی بررسی و تحلیل و تحقیق در مورد پدیده جهانی شدن نسبی آسانتر خواهد شد. و نکته دوم را که میخوایم یادآور شوم که جوانایی که از پدیده آگاهی دارن و خصوصا باید با افکار باز داخل مطالعات جهانی شدن شوند. برای از این که ما در پروسه جهانی شدن همیشه یک نوع دو دستگی داریم، مخالفین داریم و موافقین داریم. بعضی پدیده جهانی شدن به منصابه یک پدیده غربگرایی یا تسلط غرب برای تمام دنیا او را پیش خود حساب میکنن و یا ای که به افکارشان حاکم است و بعضی دیگه کاملا با یک خوشبینی آماتام مواجه هستند که دو دستگی را در جریان مطالعات شما حتما میبینید. بعضا موافقین هستند، بعضا مخالفین هستند. من حیث یک جوان که تازه میره به طرف جهانی شدن بهتر است که آدم افکار و نظریات طرفدارای جهانی شدن هم آگاه باشه و از مخالفینش هم آگاه باشه و خصوصا در مواردی که مخالفت هست، چرایی مخالفت هم اندک بهش بپردازن. زمانی که به چرایی مخالفت پرداختن اندک در مورد راه حل هم باید فکر بکنن. در اینجا هست که اگر با یک پیش آگاهی و در ضمن با داشتن افکار باز، آماده بودن افکار باز، اگر به تحقیق پروسه جهانی شدن میپردازن، خود بعد از مطالعات و تحقیق کافی به یک جای میافد که شخص خودش میتونه افکار خود سمت و سو بده و بالاخره به یک جنبندی مناسب برسه. بسیار تشکر. خیلی جواب مفید. انشالله که جوانای عزیز استفاده میکنن و وقت شنیدن سوالای خود در زیر چینل یوتیوب رادیو کتاب یا در فیسبوک رادیو کتاب منویسه و ما در جلسه بعدی جواب میتیم. استاد بزرگوار، شما در بخش روابط بین الملل مسئول بودین یا عضوش بودین؟
عضو دیپارتمنت روابط بین المللی بودم. بله ها، بله. دیپارتمنتی که مضامین سیاسی را تدریس میکردن. چقدر روابط دانشگاه یا پانتون کابل در دوران جمهوریت با سایر کشورها، چند درصد شما حسن ارزیابی میکنین این روابط؟ پانتون کابل شما میفهمید من از پانتون مادر وقتی که گفتم مرکزی منظورم پانتون مرکزی افغانستان تاریخ بسیار گذشته داره و هر فاکولته توسط یکی از کشورها به کمک یکی از کشورهای مشخصه به حساب مسطح مانده شده و نظام درسی ایجاد شده و در پهلوش دمو ابتدا تا یک مقطع از زمان همکاری ها صورت گرفته. بنابراین در سطح پانتون کابل همکاری ها به شکل تقسیم شده هر کشور با یک فاکولته مشخص یا رشته مشخص همکاری داشت. به این گونه پیش رفته. به طور مثال میگم که فرضاً انجینری کابل توسط دوستای امریکایی ایجاد شده و 2 سالیان زیاد همکاری داشت، ولی دوباره زمانی که احیا شد در سالهای گذشته هم دوباره باز هم امکانات فرصت های تحصیلی و بورسه ها برای توانمندسازی استادا و همو بنیادگذارای قبلی یک رقم شکل گرفت. من برای که پراگنده صحبت نکنم، در مجموع اگر روابط بین المللی اگر بگویم یا روابط خارجیش بگویم بهتر میشه، برای از که روابط خارجی پانتون کابل مطابق هر رشته درسی که وجود داشت با فاکولته های متعدد از کشورهای مختلف وصل بود و همکاری های خود داشتن و منظما بورسیه ها، همکاری های تکنیکی و امثالش صورت می گرفت. بسیار تشکر استاد. حتما فرمایش کنفوسیوس حکیم به یاد شما بود که تعبیر مرا بهتر ساختین که باید روابط خارجی بگیم. کنفوسیوس میگه تهداب ظلم بر واژه ها بنا نهاده میشه، به خاطر که ما واژه ها رو دقیق استفاده نمیکنیم. شاید عین جمله کنفوسیوس یادم نباشه ولی همینطور یک چیزی است و شما این را اصلاح کردین، خیلی لطف. وقتی که برای برنامه ها تعیین میکنم معمولا زیر 20 دقیقه است و من یقین دارم که در 20 دقیقه ما 1/100 اندوخته ها و تجارب علمی شما را برای بیننده های رادیو کتاب عرضه نمیتونم. بنابراین در نصف برنامه شما خواهش میکنم لطفاً چند هفته با ما باشین، امی اندوخته هایتان در اختیار مخاطبای رادیو کتاب قرار بتین. در واقع اگر اسلامی تعبیر کنم زکات علم خود بتین، چون رادیو کتاب یک ارگان کاملا بی‌طرف است، از هیچ جایی تمویل نمیشه، فقط ما به صورت داوطلبانه همراه خانم پیش میبریم، برنامه میسازیم و متاسفانه که از خجالت شما هم برآمده نمید و الا علمای ما، دانشمندای ما حق دارن که باید در دنیای آوارگی قد از اونا کمک شن. خیلی لطف کردی محسنی صاحب، خیلی لطف کردی. صاحب علم و کمال شما ما را مخاطب میکنین، لطف میکنین. در صورت که بتونیم با بیان چند جمله از تلاش و تجربه خود حداقل امیدواری بر نسل آینده ایجاد بکنیم، بر من هم قشمایی خوشی خواهد بود. شما خیلی لطف دارین که حداقل یاد از ما فراموش شده های میدان پرخون مبارزه کابل و افغانستان کردیم. من اگر زندگی یاری بکنه در خدمتتان خواهد بودم و فرصت خوب هم بود، طور که میفهمید در مهاجرت وقت کافی وجود داره برای قصه گویی. آنچه که خوب میتونیم این هست که دردای خود شریک بسازیم و اگر تجربه ما سراسر درد است و زخم و اندوه او الهام بخش بعضی از جوانای ما شوه، ما در خدمت هستم و ایره تاکید میکنم که لطف کردین. دوباره از سپاسگزاری میکنم و همکاری شما انشالله که
گوشه از زخای ناسور که در جریان کار و زندگی خود گرفتیم و او زخا هیچگاه هم ترمیم نخواد شد. احساس میکنم با شما بیان میکنم امی که با ما هم دردی میکنیم کافی هست. جانا به صورتمون با یک نگاه با مچیری مصمم، با یک کرکتر که با غرور مجبور بودیم در یک جامعه که زن پذیرفته نیست، باز بعد از او که زن هزاره و شیعه باشه اصلا قابل قبول نیست، قابل احترام نیست. ما در اطور یک جامعه کار کردیم، زندگی کردیم، مبارزه کردیم، از آنچی به دست آوردیم محصول زحمت ما بود، نه محصول کدام درخت تیار نبود که ما از سیبش چیدیم. در خدمتتون خواهد بودم، وعده میکنم که اگر زندگی بود و صحت میاری کرد، من با اظهار سپاس و با خوشیخواد بود که در خدمت شما خواهد باشم. تا حدی که معلومات اجازه میده، کسایی که به مراتب علمی در افغانستان میرسن طی کردن او را آسان نیست، به خاطر از اینکه حکومت‌های افغانستان بدون تبعیض نبودن. ما تجربه چنین حکومتی در تاریخ افغانستان نداریم، ولی خب از وقتی که جنگ‌ها شروع شد و بعد از کودتای 7 ثور، این تبعیض در حد سیاه‌چاله های اجتماعی باز شد و هزاران دانشمند ما زنده به گور شد و نسل مثل شما که باز آمدین استاد شدین، در واقع شما یک مشکل نسبت به سایرین بیشتر داشتین و اویی بود که شما با انقطاع تجربه مدیریتی و علمی افغانستان تونستین بار دیگه علم علم برد. ما یقینا در بخش زندگی شخصی شما در برنامه‌های آینده میپردازیم استاد. امیالی یکی از دوستان در واتساپ برای من پیام داده که استاد در بخش سازمان ملل هم کار کرده. این فصل دیگه است که باز ما باید برنامه‌ها زد. شما یک کمی در مورد تجاربتان از سازمان ملل هم بگوین. مصنیس باول بگویم که ما فکر میکنم ما زندگی نکردیم، سراسر مجادله کردیم و مبارزه. اصلا روز از آرامش و لذت و عیش و عشرت نبوده. ایره به دوستا به اطمینان بدانند. زندگی زن هزاره برای رسیدن به جایی که میخواه کار آسان نیست، مجبور است مجادله بکنه و بعد از او به جایی که رسید با او آنقدر مشکلات است که برای بقای خود مجادله میکنن، برای ازی که همه از به یخنش مفتن که باید پایانش کنن. راه پیشرفت نیست پس باید که بر بقای هم مجادله دوم بکنی. به این ترتیب میپذیرم که تبعیض بوده در جامعه افغانستان و ناشی از تبعیض سیستماتیک بوده که امروز جامعه به یک شکست رسیده، جایی رسیده که امروز زن حق تحصیل و تعلیم نداره. اگر تبعیض وجود نمیداشت، جامعه مساوات همرنگ می بود، زیاد مشکلات حل میشد اگر عدالت موجود می بود. انشالله در برنامه آینده صحبت میکنیم. اولی که من اول با عذر و با احترام به شخصیت شما به اصلاح واژه سازمان ملل براتون میپردازم. من با سازمان ملل اگر بگویم راست همکاری نکردیم، برای که سازمان ملل با جنگ جهانی اول لیگ آف نیشنز ختم شده. ما با ملل متحد همکاری کردیم، یونایتد نیشنز، که بعد از جنگ جهانی دوم ایجاد میشه. فعلا ما ملل متحد داریم ولی به صورت عموم در فضای مطبوعات متوجه نیستند که سازمان ملل یعنی لیگ آف نیشنز سالیان بسیار گذشته منحل شد و حال یونایتد نیشنز ملل متحد است. ولی من سالیان زیاد با ملل متحد همکار بودم و اولین همکاری من هم از یونیتسیار کابل شروع کردم و از البته در پهلویش من با سازمان‌های بین‌المللی که در افغانستان بودم همکاری کردیم. در دوره اقتدار اول طالبان از 1996 تا 2001 من همراه سازمان بین‌المللی مبارزه با گرسنگی، سازمان بین‌المللی فرانسوی
همکاری کردم. بعدا با ملل متحد یک جای شدم، شاخه‌ای که با مهاجرین و پناهجویان کار میکنه، یونکسیا. بعدا با UNDP پیوستم، بخش پروژه شوپی ملل متحد. بعدا هم با یونما، بخش سیاسی ملل متحد. و البته این تجارب کاری من بعضش وقفه‌ای واره شده، به خاطر که من در جریان تحصیل 2003 که برای یونسیار ترک وظیفه کردم، رفتیم بر آموزش درس ماستری امریکا. من رخصتی های تابستانی خودم و رخصتی های زمستانی خودم هم که افغانستان می آمدم، ضمن که با فامیل می بودم، اما برای به دست آوردن عایدات مجبور بودم که کار بکنم. بعضش وقتهای کوتاه داشته و با امی 3 نهاد شاخه ملل متحد همکاری کردیم. شما با همکاری 3 نهاد خرج تحصیل در نورده، نه؟ بله، هم امرار زندگی هم در جریان تحصیل خرج تحصیل خود می آوردم. انشالله باشه دیگه سوالا. و در زمانی که با فاکولته حقوق یک جای شدم، بالاخره بعد از یک انتظار طولانی من مجبور شدم که از ملل متحد کنار بیایم. استاد بزرگوار، متاسفانه فرصت ما بسیار اندک است، امروز ختم شد. برای اختتام از این برنامه اگر فرمایشی دارین بگوین. فقط میخوایم که از ما آزرده نباشید که به اصلاح واژه سازمان ملل پرداختم. بهتر است که ملل متحد بگوییم، به خاطر که کاربرد واژه سازمان ملل کاملا متفاوت است و نهادی است که اصلا وجود نداره. فقط عذرخواهی میکنم و امیدوارم هستم که خداوند به من توفیق بده که بتونم در خدمت شما باشم و سپاسگزار مجدد لطف شما و دعوتتان. استاد بزرگوار، نه تنها آزردن استم که از صمیم قلب با تمام وجود سپاسگزاری میکنم. خواهش میکنم لطف کارل کنید. پوپر یک فیلسوفی است که حتما با آثارش آشنا هستین. فیلسوفی متقدم و متأخر نقد کرده، خیلی نقد جالبم کرده. یک کتاب از او را ما دقیق خوندم به نام جامعه باز و دشمنان آن. از او کتاب یک جمله یادم آمد، میگه که ما دانشمندا و فیلسوفا سرازی باید فکر نکنیم که میزان آگاهی ما چقدر، ما باید متوجه باشیم که شدت جهل ما چی است. و شما خیلی بزرگواری کردین، دوباره اصلاح کردین، دوباره شما سپاسگزاری میکنم. ببخشید نه ای که شما وقت میگذارین، ای که باز ما را اصلاح میکنین. یک پروفسور یعنی همی پروفسور انا دستن که اصلاح نمیکنه، هر جا اصلاح میکنه. و انشالله که برنامه های ما و شما را سایرین میشنوه، مخصوصا جوانای عزیز، مخصوصا دخترای مظلومی که گروگان جهل جاهلاست و از فیض علمی که حق انسانی اسلامیشون است محروم شده. علم امروز مثل چشم است، مثل دست است، مثل سر انسان است و اینایی که علم از اینا گرفتن باید متوجه باشه که عمرشان گرفتن. هموطن گرامی، رادیو کتاب ارگان بی‌طرف است. هر دانشمند از هر جناح فکری که باشه زبان ما را بفهمه، ما در اختیارش هستیم. صادقانه از استاد بزرگوار تشکر میکنیم. لطف کردین. تا دیدار بعد. بدرود. رادیو کتاب، نیاز نسل امروز و فرد.